در راه بیا تنلش. بشین رو پاس. زانو بزن. یالا زود باشی. خواهش میکنم ریتویکو ول کنی. به پاتون میفته. نه پالک تو برو. خواهش میکنم ولش کنید. هی اگه بلایی سرش بیاد یه روپیه هم بهتون نمیده. التماستون میکنم پالک ولش لطفا از اینجا برو. رو ببندین به اون درخت. خواهش میکنم. نمیذارم ریتویکو با خودشون ببرم. نمیدونم چی میخوان و کجا میخوان ببرنش، ولی من باید یه کاری کنم. دنبالش. پلیس! کمک کنید، بیایید نجاتمون بدید. گروگانگیرو ما رو اینجا گروگان گرفتن و نمیذارن بریم. یکی پلیس خبر کنه. ریتویک فرار کن. ریتویک ولشون کن. ریتویک ولشون کن. ریتویک! نشونت میدم. بیا چک کن ببین این پسر زنده است یا نه. آره هنوز زنده است. ریتویک! گلوله خورده به دستش. ریتویک حالت خوبه؟ داشتم حواسشون رو پرس میکردم. بهت گفتم فرار کن، چرا فرار نکردی؟ من حال تنت بزن. تنت نمیزن. ولی باید فرار کنی. ریتویک فرار کن. فرار کن. بگیرینش. میرید اینجا. شما با ماشین برید. گولم با خودتون ببرید. دنبالم نیا. من صورتتو خوب دیدم. میرم به پلیس لوت میدم. من اشتباه کردم. باید همون اول میکشمت.
کردی خیلی زرنگی؟ همونجا وایسا. تکون نخور. همونجا وایسا. یه بار تو اونو نجات میدی یه بار اون نجات میده. من مگه بازی چتونم نه؟ ریتویک از اینجا برو خواهش میکنم. من ازش بازی مسخرتون خسته شدم. بیشتر نزدیک نشد و جلو چشت نکشتمش. ببین هر چقدر که پول بخوای من از بابام میگیرم و بهت میدم. فقط بذار بره. نیا جلو. همونجا وایسا نزدیک نشو. همینجا وایسا. بگیرینش. واسه چی اومدی؟ بدش به من. بدش به من. پالک بیسیمشو بده. پالک چی کار داری میکنی؟ پلیس سود بیاید ما نزدیک دریاچه. گروگانگیرا اینجا ما رو محاصره کردن. بیاید ما رو نجات بدید. پالک پلیس دارن میان فرار کنید. آمان یکم عجله کن، داره دیرمون میشه. عجله کن. آنایا نگرانیت هیچی رو درست نمی‌کنه. منم خیلی نگرانم. لطفاً عجله کن. پالک پاشو. پالک زود پاشو. پاشو پالک. پاشو پالک. روحیت نظرت چیه به پلیس بگیم؟ بیا تلفن رو بگیر. آره بده.
فلک زود باش باشه. نمیتونم از دستت بدم. چیزی نمیشه. آخه تو دیوونه ای؟ چرا این کارو کردی؟ ها؟ برای چی نرفتی؟ اگه اتفاقی برات میافتاد منم میمردم، میفهمی؟ هیچ وقت این کارو نکن. اگه اتفاقی واسه تو میافتاد منم میمردم. آنی ریکی اینجا نیست، اون طرف رودخونه است. بیا. تو خوبی؟ چیزیت شده؟ ریکی اون طرف رودخونه است، اینجا نیست. آره درسته، پلیسا گفتن ریتویک باید همین اطراف باشه. آنی چیزیت شده؟ تو خوبی؟ آره ولی این جنگل خیلی ترسناکه. این چه بلایی بود سرمون اومد. ببین الان کجاییم؟ توی یه جنگل تاریک نگران نباش، اون حالش خوبه. ریتویک فلک ریوا
میشه زنگ بزنی خونه و بهشون خبر بدی؟ بهشون بگو اونا خوبن. اصلا لازم نیست داستان گروگانگیری رو بهشون بگی. به نظر من تا نرسیدیم خونه اتفاقی که افتاده بین خودمون بمونه باشه. اول بریم بیمارستان. شیتا اونجاست. آره. بریم. من با بچه‌ها صحبت کردم و خیالم رو راحت کردم. دارن برمیگردن خونه. تو هواپیما نخوابیدی؟ آخه چطور میتونستم بخوابم؟ بیور خیلی اذیتم کرد. آخه اون اصلا نباید اینطوری رفتار بکنه. این عادت بیوره. همیشه همه چی رو بزرگ میکنه و مبالغه میکنه. ویجی هر چی گفت و فراموش کن. آفرین. منم دقیقاً همینو میگم. وقتی داشتیم برمیگشتیم احساس میکردم داریم عجله میکنیم. یعنی چی؟ منظورت من چیه؟ باهات موافقم. وقتی روحیت میخواست مخفیانه ازدواج کنه اشتباه بود. ولی همه چی تقصیر روحیت نبود. چون ریتویک هم رفت دنبالش تا برش گردونه خونه. مادر بزرگ حق داره. عمو بیور همیشه همه چیزو بزرگ میکنه. حرفش درسته. یعنی وقتی عروسی روحیت و شیتا رو به هم زدن چیزی گیرشون نیومد، کارشون اشتباهه. این مشکل من نیست. تنها چیزی که برای من مهمه عروسی ریتویک و آنایاس. اصلا نمیخوام این اتفاقا رو عروسیشون تاثیر بذاره، چون ریتویک رو خیلی سخت راضی کردی. ریتویک دختری مثل آنایا پیدا نمیکنه، مطمئنم. هرس نخور. همه چی درست میشه. ولی ممتا، من نمیخوام پسرمون تنها باشه و تو این وضع بمونه. حالا مگه چی شده؟ شما همتون بی‌دلیل همه چی رو بزرگ میکنین. اصلا معلوم هست چی شما میگی؟ شوخیتون گرفته بابا، این که اصلا مشکل بزرگی نبود. میتونستیم از لندن حلش کنیم. تو خوب میدونی اونجا چه بلایی سرم اومد. ما میتونستیم کارمون رو تمام کنیم و قرارداد رو ببندیم و بعد برگردیم خونه به همین راحتی. یعنی کار از خانواده مهمتره؟ منو ببخش. ریشا اهمیت نده. قهوه‌تو بخور. مامان نگران نباش، من عصبانی نیستم. ولی نمیفهمم این حرفایی که میزنی یعنی چی. عزیزم اون پدرته. تو خوب میدونی الان چقدر نگرانه. باشه مامان، من فردا میرم باش آشتی میکنم. نه الان. نه دیگه مامان، اصرار نکن. یعنی ندیدی چی گفت؟ آخه مامان تو که دیدی چه رفتاری کرد که منم بلند شدم اومدم بیرون ها؟ حالا باشه بذار کم آروم شم. پسر حساس من. باشه. ای بابا دوباره این زلزله پیدا شد. وای. چی شده؟ چرا موبایلش پیش توه؟ کار دارم. میبینم. مامان اون داره با موبایل من با دوست دخترش حرف میزنه. بگو ببینم این موقع شب با کی داری حرف خودت میدونی میزنی؟ کیه؟ آره چه با موبایل شایانا بهش زنگ میزنی ها؟ ماما موبایل ازم گرفته، خب چیکار کنم؟ درست میگه. من موبایل ازش گرفتم چون اصلا درس نمیخونه. تا صبح داره با دوست دخترش چت میکنه، آخرش هم این حفوظه. بچه است بابا. برو ببینم، برو درستو بخون. برو ببینم اینجا وای نسا. اگه رفوزه بشه نمیبخشمش. از موبایلم دیگه خبری نیست. ریتویک کی برمیگرده ماما؟ بده من. از شانس خوبتون جراحت داخلی نداریم. میرم به خانوادت خبر بدم. ریتویک خیلی خوشحالم که سالمی. الان حالت چطوره؟ من حالم خوبه. دکتر خبر خوبی داد و گفت میتونیم با هم بریم خونه. داداش میدونی ما رو خیلی نگران خودت کردی. میدونی الان تو خونه همه چقدر نگرانتن. مامان بابا که چیزی از این موضوع نمیدونن. بی دلیل نگران شدم. نمیخوام چیزی بهشون بگیم. چی داری میگی؟ باید بدونن. باید بهشون بگیم چه اتفاقی افتاده. نمیشه ندونن. همشون الان نگرانن و بابت ازدواجم عصبانیه. اگه قضیه گروگانگیری رو بفهمم خانواده‌ام منو میکشن و همه چی رو تقصیر من میندازن. آره ولی اگر ما بهشون نگیم پلیس حتما بهشون میگه. بازرس بهشون میگه که تو رو دزدیده بودن. من با بازرس حرف زدم. بهش گفتم تا وقتی که ازدواج نکردیم به کسی چیزی نگه. خب برای چی انقدر این موضوع بزرگش میکنه؟ من با روحیت موافقم. این قضیه همینجا تموم شد و مامان و بابا هم بهتره که هیچی از این موضوع ندونن، چون استرس میگیرن و بی خود نگران میشن. ببینید من خوبم.
زود باشید، بلند شید. باید برم خونه، میخوام دوش بگیرم. آره لازمش داری. آره. باشه من پالاکو میرسونم. باشه بچه ها بریم. زود. هی پالاک خوبی؟ آره. بلند شد. شیتا باشه. وقتی تو جنگل درگیر شدیم ازشون پس گرفتن. میدونی این ساعت برای ریتویک خیلی عزیزه، چون از طرف پدرشه. من مطمئنم الان که این ساعتو بهش برگردوندی خیلی خوشحال شده. باشه من میرم دکتر رو ببینم. بشه. بابت ساعت ممنونم، ولی مجبور نبودی. منظورم اینه که نمیخواستم اذیتت کنم. باشه. آمان. بله. من میرم پالاکو شیتا رو میرسونم، بعدش میام. باشه دیر نکنی. خب دیگه بریم. یعنی نمیخوای به هم بگی چجوری زخمی شدی؟ چیز مهمی نیست، فقط یه تصادف کوچیک بود. باید بهمون زنگ میزدی و میگفتی که تصادف کردی. ببین چی کار میکنه. مشکلی نیست، خدا رو شکر که حالش خوبه، ولی نقشه ازدواج مخفی خیلی اشتباه. خوبه که این کارو نکردین. درسته بابا. خوبی؟ حالت چطوره؟ بابا خیلی نگرانت شده بود. خوشحالم که برگشتی.
دست چی شده؟ فقط یه تصادف کوچیک بود، نگران نباش. اگه از قبل بهمون همه چی گفته بودی این بلاها سرت نمی اومد. ولی خوب شد که نذاشتی ازدواج کنه. تو که خودت میدونی ما خیلی نگرانت شده بودیم. مگه نه؟ واقعیتشو بخوای از جفتشون ناراحتم. آخه ازدواج مخفی توی کدوم فیلم این داستانو دیدن؟ این کارا تو واقعیت اتفاق نمیافته. ولی در عین حال این اتفاق ثابت کرد که شیتا واقعا روحیتو دوست داره. این حرفا چیه تو داری میگی؟ تو میدونی اونا با ما چیکار کردن و چجوری برخورد کردن؟ معلومه اونا دخترمونو نمیخوان. فقط زمین و املاک براشون مهمه. 100% حق داره. به نظر من بتونیم شیتا رو راضی کنیم. ولی ما باید اونو راضی کنیم. راستی پالا کجاست؟ خودشو تو اتاق حبس کرده. میگه خسته است. عزیزم برات قهوه آوردم. چیزی شده دخترم؟ نه اصلا چیزی نیست، فقط یکم خستم. خوبه، استراحت کن دخترم. باشه. خب خوبه که اولویتامونو میدونیم. اول باید بریم با خانواده بیور آشتی کنیم، درسته؟ خیلی خب همون کاری که میگی رو انجام بده. با مادرت بریم باهاش صحبت کنیم. تو باهاش حرف نمیزنی؟ نه هیچ وقت نمیرم باهاش حرف بزنم چون ریتویک منو دوست خودش میدونه. هشتگ پدر خوشحال. اما تو مادر سختگیرش. پس برای همینم حالا تو میری و در این مورد باهاش صحبت میکنی. خیلی خوب. الان تو حیاته، ولی باید این موضوع رو سریع حلش کنین چون اگه خانواده بیور بیان مشکلات دوباره شروع میشه. چی؟ کشمکش دروماتیک. اوه یالا باشو آره خیلی خوب. چیه چی نگاه میکنی؟ دارم کارم انجام میدم. برو زود باش. چی کار میکنی؟ باشه. چیزی شده پسرم؟ خسته شدی؟ نه مامان چیزی نیست، فقط میخواستم با عمو بیور حرف بزنم. باشه. چون خیلی بعد با هم حرف. ریتویک شارژر موبایلمو ندیدی؟ تو حیاط دنبال شارژرت میگردی؟ نه فقط من اینجا گمش کردم. شارژ گوشیم هم داره تموم میشه. متاسفم من شارژرتو ندیش. برو. اینا پیداش چیزی که میخواستم دیدی؟ باشه برو شارژ کن. جفتمون با هم بد حرف زدیم. وقتی روحیتو کمک کردم و باهاش رفتم گفت نباید این کارو میکردی. گفت من دارم دومادشون میشم و کار من درست نیست. ولی مامان عمو بیور محاله که با ازدواجشون موافقت کنه و چون کاملا با این ازدواج مخالفه باعث میشه حس کنم من گناهکارم. مادر یادته که روز نامزدی چی کار کردم؟ نامزدشون به هم خورد. همه اینا فقط به خاطر حماقت من بود. یعنی اگه اون موقع کبیر رو باور نمی کردم و اون کارای احمقانه رو نمی کردم و فقط یک کم بهتر با موضوع کنار می اومدم این مشکلات به وجود نمی اومد و راحت‌تر ازدواج می کردن. اونا عاشق هم دیگن. برای همین باید براشون کاری بکنم. مامان من میخوام که روحیت و شیتا با هم باشن و ازدواج کنن و باید بهشون کمک کنم. ولی عمو بیور داره مخالفت میکنه و این مشکل بزرگیه. باید چیکار کنم؟ میخوای با آنایا ازدواج کنی؟ خوبه پس سری باش. آمان ببین اگه ازدواج کنید عصبانیت آقای بیور خوب میشه. من و بابات به این نتیجه رسیدیم که این بهترین راهه. پس کارای عروسی رو شروع کن. خانوم مهمونا رسیدن. میخوای با آنایا ازدواج کنی؟
ببین میدونی این فقط دوستی نیست. من اون روز شما دوتا رو با هم دیدم. آره اون دوست بچگیمه. درباره آنایا حرف نمیزنم، راجع به پالاکه. گوش کن داداش، چیزی که بین شماست بیشتر از این دوستیه. باید قبل از اینکه با خانواده بیور حرف بزنی خوب فکر کنی و من امیدوارم که درست انتخاب کنی. ببین پالاک، میخوام یه چیزی رو بهت بگم. همه چی یهویی شد و به خاطر این اتفاقا نشد بهت خبر بدم. یعنی از اول میخواستم بهت بگم که خانواده بالا میخوان تو رو ببینن. حالا پسر خیلی خوبیه دخترم، باشه. ببین تو فقط موافقت کن، برو بیرون ببینش ها. فقط ازت میخوام با هم بشینین، حرف بزنین و بیشتر باهاش آشنا بشی. نمیخوام زود موافقت کنی. اول خوب فکر کن بعد خبر بده. یعنی به خاطر من برو بشین ببینش، حرف بزنین با هم، آشنا شو. بیا این لباس خیلی بهت میاد، بپوشش بیا. باشه؟ آفرین. یالا عشقم، زود باش. خاله جان میدونی اگه توی چای هل بریزی طعمش خیلی خیلی خوب میشه؟ نه خودم میبرمش. نه. ولی تو اومدی دخترم رو ببینی، الان داری چای درست میکنی، نباید سینیو چیز ببری. عجیبی نیست خواهر، پسرم آشپز خیلی خوبیه، غذاش همیشه خوشمزه است، تازه دکتر ماهری هم هست. بفرمایید. سلام. حالا این چیه؟ چرا لباستو عوض نکردی سلام دخترم؟ عزیزم. من که اون لباسو آوردم. خاله چیزی گفتی؟ نه پسرم، فقط داشتم میگفتم سلام. با اجازه. خواهش میکنم. چای میخوری؟ با دسته خودم همینجا درستش کردم. ویجی خوب گوش کن. من اصلا دوست ندارم اتفاقی بدون اطلاع من بیفته. به خاطر همین نمیتونم اجازه بدم شیتا عضو خانواده‌مون بشه و با روحیت ازدواج کنه. ولی ریتویک قراره یکی از ما بشه و من اونو عین پسرم میدونم. میدونیم که پسرمون اشتباه کرده، ولی ریتویک قراره عضوی از خانواده ما بشه، پس نباید اعتماد بین ما رو از بین ببره. ولی خب الان همه چیز تغییر کرده، یعنی ما که خانواده عروسیم مجبور نیستیم که سکوت کنیم، درسته؟ میرا میدونی که ما همینطوری فکر نمی کنیم. بله میدونم. و بعدش لیسانس گرفتم. میخوام ریتویکو ببینم. ببخشید؟ معذرت میخوام، باید برم. خیلی معذرت میخوام، من باید فوراً برم. لطفاً منتظرم نمون. خانوادم همه چی رو بی دلیل خیلی بزرگ میکنه. باید موافقم. خانوادت همه چی رو تبدیل به کشمکشای دراماتیک میکنه. ببخشید جلوی خودش به خانوادش توهین میکنی؟ من که چیز اشتباهی نگفتم، خودشم موافقه. دقیقاً. ریتویکم از به هم خوردن نامزدی ناراحته. معلومه چرا میخواد روحیت و شیتا از هم جدا نشن. لطفاً جواب بده. اینا خانواده منم. از همه بیشتر دوستشون دارم. و اون دختری که میخوای باش ازدواج کنی چی؟ آنایا. عشقت شامل اون نمیشه؟ این نوع عشق فقط تو فیلم ها و کتاب ها وجود داره. ای احمق بیورزه، فکر کردی کاری که کردی درست بوده؟ فرار کردن؟ اتفاقا از اولم اشتباه بود. ریتویک تو به من بگو این کارش درست بوده؟ لطفاً تندتر برید. اما من از اولم بهت گفتم که روحیت و شیتا اشتباه کردم. ولی خب اشتباه های دیگه هم هست که هممون توش مقصریم. به نظرم بهتره که بیشتر روی کارمون فکر بکنیم. این سوء تفاهم حل میشه. چطور میشه این مشکل رو حل کرد؟ لطفاً تندتر برید. آقای بیا لطفاً همه چیزو اینقدر بزرگ نکن. به نظر من باید اجازه بدی تا بچه‌ها ازدواج بکنن. عروسی روحیت و همینطور آنایا. اگر موافق باشی به نظر من هفته بعد 2 تا عروسی رو همزمان بگیریم.
همینجا پیاده میشم. ممنون. منم موافقم. ولی اول باید روحیت و شیتا ازدواج کنن. عمو، بابا، گوش کنید. وقتی من از آنایا خواستگاری کردم میخواستم سریع ازدواج کنیم. درسته؟ یادتونه بهتون گفتم یه ماه وقت میخوام؟ الان میخوام بهتون بگم من حاضرم هفته بعد باهاش ازدواج کنم. این خیلی خوبه. اصلا باورم نمیشه ازم میخوای کاری بکنم تا برام کاری کنی ها؟ یعنی میخوای بگی با آنایا ازدواج نمی کنی تا وقتی که روحیت با شیتا ازدواج کنه، درسته؟ ببین ما با ازدواج تو آنایا موافقیم، ولی شیتا نه. خاله لطفاً بهم گوش کن. باور کن که شیتا دختر خیلی خوبیه. من دارم این حرفو میزنم. من که قبلا ضدش بودم. خاله میدونی چرا راضی نشدم شیتا با روحیت بره؟ چون میخواستم با شما بمونه. چی بهتر از این میخوای؟ بعدم میفهمی که چقدر دختر خوبیه. بهش نگاه کن. خیلی خوشحاله. تا حالا دیدی انقدر خوشحال باشه؟ همش به خاطر شیتا است. مامان، ریتویک راست میگه. شیتا واقعا دختر خوبیه. روحیت باهاش خوشبخت میشه. تو رو خدا موافقت کن. آخه تو چی؟ بابا لطفا قبول کن. خب آقای بیور، نظرتون چیه؟ چی باید بگم؟ باشه، موافقم. آهای چرا اینقدر دماغی؟ بچه‌ها دارن ازدواج میکنن. حداقل یکم بخند دیگه. باشه موافقم. اینجوری خوبه؟ ویکی چه شده تو؟ خانواده‌ام به خاطر تو موافقت کرد. ممنونم. اشتباهمو جبران کردم. تو بهترین رفیقی. ریتویک من خیلی خوشحالم. هفته دیگه ازدواج میکنیم. میخوام یه چیزی بهت بگم. گوش کن. حتما ازم میخوای بعد از ازدواج فامیلی عوض نشه. آره درسته، چون من قبل از ازدواج با اسم آنایا بیور بزرگ شدم. این نشونه هویتمه، بس فامیلی ما عوض نمیکنه. ولی آنایا بیور و آنایا نون فرقی نداره. ولی این چیزی نبود که میخواستم بگم. میخوام یه چیز دیگه بگم. یالا وایسی چی شده؟ بعد تو تبریک بگم بالاخره داداشم داره مستقل میشه. خیلی خوشحالم. بله مامان. پالاک این چه کاری بود کردی؟ کجا رفتی؟ تو چت شد آخه؟ تازه به موبایلت هم جواب نمیدی پالاک. اون پسر خیلی خوبی بود دخترم. حداقل قبل از اینکه بری باهاش قراری میذاشتی. مامان میتونی بهم بگی چرا دختر خیلی احمقه. همه چی رو اشتباه میفهمم. ولی محاله چیزی رو احساس پسر رو اثر بذاره. هیچی. منظورت چیه؟ هیچی مامان. من دارم میام خونه. اونجا حرف میزنی. خداحافظ. یه دقیقه صبر کن، قطع نکن. پالاک سلام، چطوری؟ من خوبم. یه خبر خوب دارم. ما هفته دیگه ازدواج میکنیم. وای چه خبر خوبی. مبارک باشه ریتویک. چی شد؟ تشکر کن. حتما باید به عروسیمون بیایی. باشه برات کارت دعوتم میفرستم. نمیتونم بیام.
چون برای کار باید برگردم بمبئی. چی؟ اگه نیای خیلی ناراحت میشم و سفرتو بذار بعد از عروسی ما. اگه بیای خیلی خوش میگذره. پس شما اینجایی؟ خاله من داشتم فکر میکردم خاله مانجید عروسی ما رو ترتیب بده. آره حتما، اینجوری عروسی قشنگتر میشه. الان بهش زنگ میزنم. نه راستشون خیلی شلوغه، اصلا وقت نداره. پالاک دوباره قبلی کارا خوب پیش نرفت. مادرت باید مزدشو بگیره. من شمارشو دارم، خودم بهش زنگ میزنم، به من نه نمیگه. پس خودم میرم خونه بهش میگم و بهتون خبر میدم. باشه؟ ریتویک باید با هم حرف بزنیم. الان؟ آره همین الان. یالا زود باش دیگه، بعد حرف بزنیم. بس دیوونه بازی. چی میخوای بگی که منو تا اینجا کشوندی؟ چه حرفی داشته باشم بهت بزنم یا نه؟ من نیاز به دلیل ندارم تا با من باشی. میدونم ما توافق کردیم که به هم آزادی بدیم، ولی ما هفته بعد عروسی میکنیم. ما داریم ازدواج میکنیم. منم ازت خیلی ممنونم به خاطر روحیت. وقتی از شیتا جدا شد خیلی ناراحت بود. منم حس میکردم که دلش شکسته، ولی تو حلش کردی. آره چون من الان فهمیدم که چقدر سخته وقتی کسی که کل دنیا رو از دست بدی. منظورت چی؟ روحیت و شیتا رو میگم. اونا خیلی همدیگر رو دوست دارن، ولی به خاطر من نامزدیشون توی یه لحظه به هم خورد. اما اشتباهمو جبران کردم. ما هم نوبتمون هفته دیگه است. البته اینکه ماه بعد باشه یا هفته بعد اصلا مهم نیست. یه سوال ازت بپرسم. حتما. از وقتی که تو برگشتی حس میکنم یه چیزی اذیتت میکنه. خیلی به هم ریختی. ریتویک اگه چیزی شده به هم بگو، چون معلومه یه مشکلی هست. ما از وقتی که بچه بودیم با هم دوستیم و عادت داریم مشکلاتمون رو با هم حل کنیم. اگه هر مشکلی پیش اومده ما با همین مشکل رو حل میکنیم. اگه مشکلی داری نمیتونی خودت حلش کنی به من بگو لطفاً.